خوشحال شدم که این لحظه باز با شما هستم. اینک برنامه نوشین را تماشا کنید و لذت برید. این برنامه از برنامه‌های دیگر به کلی فرق دارد. امروز ما در برنامه مهمان داریم. آسیا به برنامه ما خوش آمدید. رحمت. آسیا یکی از مخلصانی برنامه‌های شبکه ما میباشد. او خیلی کوشش کرده است که تا برنامه ما آمده رسد. همینطور نه آسیا جان؟ بله، در برنامه نوشین اشتراک کردن آرزوی من بود. امروز به آرزویم رسیدم. خیلی شاد هستم که در این برنامه اشتراک کرده ایستادم. خوش آمدی آسیا. رحمت. باوری دارم که به برنامه ما با دستاویز آمده ای. بله، من یک دستگل زیبا آماده میکنم. دستگل من از میوه ها تیار می شوند. خوب آسیا، از چه آغاز میکنیم؟ از همین میوه ها. با ما چی وزی می شود؟ با ما یک دونه هندلچه و یک چند میوه ها لازم می شود. مرحمت آغاز کن. سر اول چی کار میکنیم؟ اول بالای هندلچه را گرفته درونش را تازه میکنیم. خیلی تازه کرده بعد کارمون رو دوام میدهیم. خیلی کفایه هست. اکنون چی کار میکنیم؟ ما میوه های را تیار میکنیم. من یک چند دانه با مادرم تیار کردم. حاضر به شما یک تاش رو نشان میدهم. با ما چونین قالبچه ها لازمند. ما با این قالبچه ها چی کار میکنیم؟ با این قالبچه ها میوه ها را میبریم. مرحمت کنی بینیم چه خیلی میبریده باشد. میلش. انا همینطور کرده بریده میگیریم. انا خیلی کرده میبریم. انا رومیسا بین چه قالبی نغز برآمد. با این قالبچه این که گلچه تیار میشه رومیسا. اکنون من دیگر قالب رو نشان میدیم. انا این خیل سب رو بریده میگیریم رومیسا. با ما رومیسا سبی تر تازه لازم است. انا همین خیل بین رومیسا چه خیلی زیبا. دوستانی عزیز، با انا همین خیلی قالب ها تنها میوه های کلان حجم را بریده لازم است. همینطور آسیا بانو؟ بله، تو درست فهمیده ای رومیسا. خیلی خوب. اکنون چی کار میکنیم؟ من ناک را با همین قالب ها بریدم. تو ناکا را پیشگی تیار کرده ای؟ بله، اکنون در اینجا چوبچه های مخصوص لازم می شود. چوبچه ها رو ما چی کار میکنیم؟ میوه ها را به چوبچه ها می گذاریم. انا همین طور. خوب، باز چی کار میکنیم؟ دیگرهایشان را همین خیلی تیار میکنیم رومیسا. من با تو یاری رسنم؟ بله، رومیسا بیا زود آماده میکنیم. مایلک. بیا پیشمون را کشاد میکنیم که با تماشابینان نمایان شود. میلش. بیا من سب را به نزدیک تو میگذارم، ناک را به نزدیک خودم. میلش. انا همین خیلی خوبتر می شود بر بینندگان. بله. تو در صنف چندم میخونی؟ در صنف 2. با بهای چند میخونی؟ با بهای 5.
شغلی دوست داشته چی است؟ رسم کشی. چرا رسم کشی؟ برای چی من چند بار رسمی خوشروی کشیده به بهارستان روی کرده بودم. در آزمون اشتراک کردی؟ بله، من رسم کشی رو خیلی دوست می‌دارم. من کوشش میکنم که در همه آزمونا اشتراک کنم. اکنون باز چی کار میکنیم؟ اکنون زردالو را گرفته به چوبچه ها می اندازیم. من زردالو را به چوبچه ها داخل میکنم تو باشه گلاس ها را کن. مایلش. تو کدام میوه رو دوست میداری؟ شفتالو را. تو چی؟ من نوک را بسیارتر دوست میدارم. برای چی؟ برای آنکه در آن ویتامین های زیاد موجودند. مثلا کدام ویتامین؟ همه ویتامین ها در آن موجودند، مخصوصا گروه B. برای سلامتی خیلی فایده دارد. و تو هم توصیه میدهم. تشکر رومیسا. من هم نوک را خوردنش رو دوست میدارم. رومیسا تو در صنف چند میخونی؟ من در صنف 3 میخونم. از همه فن دوست داشته‌ات کدام است؟ از همه فنی دوست داشته من فنی خارجی. یعنی کدام فن؟ فنی زبان انگلیسی. خیلی خوب. تو زبان انگلیسی را خوب میدونی؟ بله. کتابخوانی را دوست میداری؟ بله. و فکرم که کارمان تمام شد. نه رومیسا، اساس کارمان مونده است. اکنون همین ها را به درون هندلچه گذاریم. باید ما هندلچه را آراتیم. با چی؟ با متای مخصوص. کنی بینیم چقدر آرام میدهی. انا من خیل میگذاریم. رومیسا ببین چه خیلی زیبا شد. از سبزی من چونین گلچه آماده کردم. اینها را گرفته بس اساسی عملمون میچسبونیم. بیا من به تو یاردم دهم. مایلش. از هر طرفش میچسبونیم. بله. خیلی زیبا شده ایستاده است. بله. حالا زیباگیش از پیش است. دوستان کنی بینه چی می ساخته باشد به ما؟ خیلی عجیب می نماید. این به شکل کوزه چمون نشد. آیا این کوزه چه است؟ بله رومیسا، تو درست گفته ایستاده ای. اکنون باز چی کار میکنیم؟ میوه ها را اکنون داخل میکنیم. بیا هر دویمان میگذاریم. مایلش. اما همین خیلی زیبا شد. اویسیا با یک چیزی غیر عادی آماده کرد. حالا رومیسا کاری ما تمام نشده است. باز چیکار مونده است؟ حاضر ما با متا آرام می‌دهیم. تماشابینان عزیز، انمین خدمتا به ما وضع می شود. اکنون ما این رو چیکار میکنیم؟ انایخل و تچه ها را نیخل کرده به بین میوه ها میگذاریم. دوستان عزیز با دقت تماشا کنید. این متاها رنگ دیگر میدهند. یا چیزهای زیادتی را یک طرف گذاریم. مایلش.
دوستان ببینید چقدر دستگلی زیبا شد و من خیلی پسند اومد. با شما چی؟ نوشین حقیقی شد همینطور نه؟ تشکر زیاد آسیا. خیلی دستگلی زیبا پر از میوه. امروز مرا تو خرسند کردی. رحمت. اکنون دوستان عزیز من دستگل را یک طرف مانده معجزه خودم را پیشکش میکنم. شما راضی هستید؟ من هیچگاه با دست خالی نآمدم. امروز به من لازم می شود بادرنگ، شلغمچه، پمیدور، کبوتی. تو هم با دقت تماشا کن. خیلی کاری آسان است و زیبا است. مایلش. خورش فایده آور است. کنی بینیم تو رومیسا خوش رو تیار کرده میتوانی؟ بله. بادرنگ را گرفته با چنین شکل تیار کنید. همه آن را روی تقسیمچه یک تا گذارید. انا همین خیلی یک تا گذارید. آسیا آیا میدونی که بادرنگ هم فایده خوب دارد؟ نه. در ترکیب آن ویتامین ها خیلی زیاد موجودند. کار درستی گرده ها را خوب میکند. رومیسا تو این چیا رو از کجا میدونی؟ من درباره سبزیجات و میوه‌جات خیلی بسیار میخونم. با من هم یاد میدهی؟ البته یاد میدهم. از سبزیجات تو چی را دوست میداری؟ بادرنگ رو. من هم بادرنگ را خیلی دوست میدارم. پمیدور سبزیجات خوبی خوردنی باب است. ترکیبش از ماده ارگانیکی بای است. استعمال پمیدور ما را از بیماری‌های معده و روده امان می‌دارد و ما احاطه قوی می‌دهد. بنابراین تو هم پمیدور را زیاد استعمال کن. مایلش. تفسیر تو رو به نظر میگیرم. اکنون باز چیکار میکنی رومیسا؟ من الکی پمیدور را گذاشتم. اکنون شلغمچه ها را میگذارم. دوستان عزیز شلغمچه ها را با انا همین طرز برید. اگر شما پمیدورچه های خورد نیابید از کلان هم استفاده برید. شلغمچه ها را با هر طرفی تقسیمچه میگذاریم. شما میتوانید از دلخواه سبزیجات ها استفاده برید. هر کس از فانتزیای خود استفاده برد. انا مرحمت کاری من آماده شد. آسیا ببین خورش من به تو محکوم شد. چقدر خوش رو. با من خیلی پسند آمد. در خونه من حتما خورش تو رو آماده میکنم. خیلی خوب. دوستانی عزیز در خونه این خورش زیبا را آماده کنید. خیلی بامزه است و خیلی فایده آور است. آسیا تشکر زیاد که در برنامه ما اشتراک کردی. رحمت. دوستانی عزیز با فکرم که برنامه امروزه من با شما پسند اومد. اکنون من درباره هندلچه با شما معلومات میدم. خوب گوش کنید. در ترکیب 100 گرم زراعت پالزی هندله 18% قند، 60% ویتامین C، 11% ویتامین E و کیسلات‌های کاروتین، مگنی، ناتری و غیره موجود است. هندله دارای ماهیت خوبی غذایی و شفایی بوده آن را همچون غذای سرشهد و مواد شفایی استفاده میبرند. هندله از جهت تناسب ویتامین ها و عنصرها نهایت موقعی خوب دارد. غیر از این مقدار آهن ترکیب هندله نظر به شیر 17 مرتبه، گوشت مرغ 2 مرتبه، گوشت ماهی 3 مرتبه و تربوز نیز 3 مرتبه زیاد است. غیر از این در ترکیب هندله ویتامین های B1، B2، B6 و PP معین کرده شده است و از این لحاظ هندله در تأمین بنیه
چی کلانسا و چی کودکان نقش مهم را به جا می‌آورد. و شما مسئولیت‌های من پسند اومد. در همینجا وقتی جدا شده ما به آخر رسید. شخصانی که می‌خواهند در برنامه ما اشتراک کنند مرحمت به بهارستان. ما شما را در برنامه نوشین انتظار هستیم.